علیرضا صحاف امین جوانی جدی و البته خوشروست. بیش از 26 سال تجربه در حوزه مدیریت فنی و معاونت تحقیق و توسعه در گروه صنعتی وحید را در کارنامه دارد، جایی که یکی از شرکت‌های پیشرو در تولید لوله و اتصالات پلیمری در ایران شناخته می‌شود. با بیوک صحاف امین، پدر و مؤسس مجموعه‌های ایران دریپ، IEM و گروه صنعتی وحید، بیشتر در تاریخ شفاهی علوم و صنایع پلیمر و پوشش گفتگو کردیم که شنیدن دوباره آن در پادکست رادیو پلیمر خالی از لطف نخواهد بود. صحاف پسر با انرژی و فعال در عرصه تشکلی نیز هست. در کمیته‌های تخصصی و فنی تدوین استانداردهای ملی عضویتی مؤثر دارد و در مجامع بین‌المللی از جمله در کمیته مذاکرات بین دولت‌ها INC جهت تدوین کنوانسیون تغییرات اقلیمی از سوی صنعت پلیمر کشور ایران را نمایندگی می‌کند. او همچنین دارنده عنوان چهره صنعتی بسپاری سال 1403 از سوی هیئت داوران گروه رسانه‌ای بسپار است. گروه رسانه‌ای بسپار ایران پلیمر در تکمیل پازل تاریخ شفاهی علوم و صنایع پلیمر و پوشش قصد دارد تا به معرفی واحدهایی بپردازد که گردانندگی آنها بعد از مؤسسین به مدیرانی از نسل جدید سپرده شده است. تجربه این مدیران، چه فرزندان خالقین برندها و چه دیگرانی از نسل‌های جدیدتر، می‌تواند الگویی برای مدیرپروری در سازمان‌ها و دوام و پایداری شرکت‌های ایرانی باشد. صحبت‌های علیرضا صحاف بسیار شنیدنی و امیدبخش است. من تبسم علیزاد منیر، سردبیر گروه رسانه‌ای بسپار، خوشحال و مفتخرم که ما را در اپیزودهای مختلفی از نما بسپار و پادکست رادیو پلیمر هم دنبال می‌کنید. خیلی خوشحالیم که امروز در خدمت شما هستیم و یه نکته جالبی هم شاید خوب باشه که اول این مصاحبه بگم. ما روزی که پادکست رادیو پلیمر رو شروع کردیم، فکر میکنم جز اولین کسانی که باشون صحبت کردیم پدر بودن و خیلی توی اون مصاحبه برای من جالب تاریخ شفاهی صنعت پلیمر و پوشش رو میگرفتیم و نکاتی که ایشون در راه اندازی صنعت لوله های پلیمری ایران گفتن برای خود من به شخصه، با اینکه سالها هم میگذشت که حداقل در رسانه های این صنعت بودم، برام خیلی جالب توجه بود و خیلی هم خوشحالم که امروز توی مجموعه جدیدی که در نما بسپار ضبط میکنیم تحت عنوان نسل دومی ها در خدمت شما هستیم و امیدوارم که این گفتگو برای بیننده ها و شنونده های ما هم اثر بخش باشه. اگه اجازه بدیم در واقع داستان رو از اینجا شروع بکنیم که یک کمی در مورد سابقه شرکت و روایت ایجاد کسب و کار لوله اتصالات وحید، مجموعه وحید صحبت بکنیم و همونطور که شما قبل از شروع گفتگو اشاره کردین، ایران دریپ و این داستان‌ها که پدر پایه‌گذاری کرد. خیلی ممنونم. سلام و عرض ادب خدمت بینندگان و شنوندگان شما. ممنون از وقتی که به بنده دادید. خیلی باعث افتخاره. مجله بسپار همیشه جزء یکی از علایق و به حال نشریاتی بودی که همیشه با عشق تو این سند ما خانوادگی می‌خوندیم و تبریکم بهتون میگم با این همه سال به حال بودید و انشالله همینجور پایدار و قوی هم خواهید. خانواده ما خب یه خانواده کاملا صنعتی بود، یعنی شاید برمیگرده به اوایل دهه 50 شمسی که پدر در واقع مجموعه ایران دریپ رو با 3 تا از شرکای خودشون شروع کردن که اون موقع در واقع حوزهشون لوله اتصالات پلی اتیلن بود. برای اولین بار ماشین‌آلات و تکنولوژی تولید لوله‌های پلی اتیلن وارد شد و در شرکت ایران دریپ که کارخونه‌اش در اصفهان بود، شهر مبارکه، این وارد تأسیس شد و خب این در واقع برمیگرده به قبل از تولد من که بزرگترین فرزند خانواده‌ام. بنابراین موضوع صنعتی شدن خانواده خیلی قبل از اینکه ما اصلا وجود داشته باشیم به وجود اومد و ما هم حالا با 2 تا خواهر دیگه هم در این مسیر همیشه جزء علایق اصلیمون بود، یعنی هممون یه جوری هنوز هم اون وابستگی صنعتی رو داریم. خب
دو تا خواهر من از ایران رفتن تو زمینهای دیگه تخصص پیدا کردن میخونم، ولی هنوزم جزو عشقای اولیه‌شون همیشه از من زنگ میزنن، جزو یکی از چند تا سوالشون که اوضاع کارخونه و تولید و اینا چی. در مورد که این علایق واقعا در من بروز پیدا کرد، خب من در دوران دبیرستان من حتی یادمه که ما با بچه‌ها یکی از بازدیدهایی که می‌کردیم خب سایت صنعتی پدر اینها بود و خب همیشه پروژه ها یا کارهایی که انجام میدم در زمینه آب یا ساختمان بود طبیعتاً. هیچ خاطره‌ای دارین از اولین باری که به کارخونه رفتین؟ والا خیلی برام محوه. و چند سالگی بوده؟ من خیلی کوچیک بودم، شاید مثلا یادم میاد اتفاقا 5-6 ساله بودم که رفتم. خیلی سنم کوچیک بوده اون زمان، چون کارخونه‌مون کارخونه خانوادگی بوده. یادمه که می‌رفتیم در محیط کارخونه با بچه‌ها بازی می‌کردیم، اینو یادمه، ولی اینکه در حوزه صنعتیش خیلی برام تیر و تاره. ولی یادمه که تو حیات کارخونه آیم یا چون معمولاً ملاقات‌های خانوادگی، تورای تفریحی و اینا بود، اینو یادمه که انجام می‌شد. ولی واقعا از اون موقعی که بگم حس کردم که واقعا صنعت لوله رو، شاید در سال 2 و 3 دانشگاه بود که ما چند تا پروژه از پدر گرفتیم، چون بالاخره رشته‌مون هم مکانیک، رشته من مکانیک سیالات بود در دانشگاه سعدی شریف. اون زمان هم خب خیلی کارگاه‌های فنی داشتیم، مثلا یادمه دستگاه جوش و اون هیدروپمپی که انتقال قدرت می‌دادیم دستگاه رو چیز می‌کرد. یه پروژه گرفتیم با بچه‌های فوق لیسانس 4 نفری و هی دائما اینو می‌ساختیم، قطعاتو می‌رفتیم تست می‌کردیم که این جواب میده، چون اون زمان هنوز دستگاهی ساخت ایران ساخته نشده. مثلا موضوع برمیگرده به اوایل دهه 70، مثلا 73 و 4 که اینجا دیگه اون در واقع اتفاقات افتاد. چند تا پروژه مختلف از در واقع صنعت بریم داخل دانشگاه. خب من پروژه لیسانس هم تولید نونایی به شکل باگت، ولی لوله شکل بود که توش خالی باشه، چون طبق فرنگی ایرانی خب می‌دونید ما داخل نون باگت رو در میاریم. یعنی اونجا با استاد راهنما و مرکز تحقیقات نان رفتم دنبال یه چیزی که هم به صنعت بستگی پیدا کنه، هم یه سیال خاص ویسکوزی که خاص بود. یعنی اونجا هم این نمود داشت. دیگه شرکت وحید که تو حوزه ساختمانی در اواسط دهه 70 یعنی سال 76 این اتفاق افتاد، من دیگه از اوایلش دیگه پدر به عنوان مسئول من مثلا به عنوان مسئول استانداردسازی و گرفتن ایزو و در واقع اون حلقه اولیه 3-4 نفره‌ای که این شرکت به وجود آوردن توشون بودم و الحمدلله هنوز اون بچه‌ها هستن تو اون شرکت، دیگه در اواخر دوران خدمتشون هستن، ولی اون هسته اولیه وجود داره و دیگه اونجا دیگه وارد کار تخصصی شدم. پس پدر مستقیما نقش داشتن در هدایت شما برای افتادن توی این مسیر؟ اجباری من هیچ وقت از ایشون ندیدم، ولی واقعا ندیدم که ایشون هیچ وقت اجباری کنن. شاید انتخاب خودم بود که در کنار ایشون قرار بگیرم، ولی من هیچ وقت از ایشون اجباری که آقا مثلا بیا تو این راهو ادامه بده و حتما باش و مثلا تو مثلا مهاجرت نکن، واقعا نبود از طرف پدر. حالا شرایط امروز رو هممون میدونیم، شرایط اقتصادی امروز رو، ولی ممکنه که الان هم سخت‌تر شده باشه، ولی در 2 دهه اخیر حداقل این روند مهاجرتی وجود داشته، چه تحصیلی و چه به شکل‌های دیگه. چی باعث میشد که شما بهش یا فکر نکنین یا موندن براتون پررنگ‌تر باشه؟ ببینید این خیلی سوال خوبیه به نظر من. خیلی راحت نیست جوابش، چون که به نظرم به این برمیگرده که آدم‌ها توسط چی در زندگیشون ارضا میشن. خب من خودم یادمه شاید مجموعه شما اولین کسی بود که حالا بعد از اینکه اون شرکت تأسیس شد سال 75 و 6 ما از اول چالش داشتیم. یعنی در سال 78 یادتون باشه یه همایشی برگزار شد، اتفاقا بسوارم برگزارش کرد با دو تا شهبازیان، یادمه که برگزار کردیم. اون موقع دغدغه این بود که استانداردی وجود نداره و شاید اولین تدوین استانداردی نسل جدید استاندارد فعلی در اون سالها شروع شد و این چالش‌های متنوعی که تو صنعت بود جذاب بود. یعنی یه جوری انگار که شما دنبال گذاشتن یک اثر، یک خاطره از خودت باشی که
اون خط رو دنبال کنیم. به نظرم این چیزیه که جواب سوال شماست. خب شاید قطعا در محیط خارج از ایران خیلی رفاه باشه، آسایش باشه، شرایط قابل پذیر، شرایط پیش بینی پذیر باشه، ولی در ایران واقعا این که دوست داشته باشید یه چیزی رو رشد بدید، پیشرفتش بدید، یا اصلا یه چیزی که نیست رو به وجود بیارید، فکر می‌کنم خیلی هستن افرادی که برای همین مسئله موندن و تولید هم به نظرم لذت خودشو داره. بالاخره یه مجموعی رو شما دور یک محور جمع کردن و سفره‌دار بودن که این دوستان نون خودشو بردن، اینم خب یک مزه‌ای داره که فکر نمی‌کنم بشه با چیز دیگه‌ای اصلا مقایسه. یعنی اصلا معناش معنای ریالی و مالی نیست، یه معنای معنوی و یه ارضای وجودیه که به نظرم اینم خیلی مقدسه و تمام نسل اولیه‌های ما این مکتبشون بوده که حالا ما ان شاءالله بتونیم دنبال بکنیم. خاطرتون هست اولین، حالا الان شما سازمان رو حالا یا یکی از شرکت ها رو یا مجموعه رو مدیریت میکنین مستقیما، خاطرتون هست اولین تغییری که در سازمان خواستین ایجاد بکنین به عنوان یک نسل دومی چی بود و آیا مقاومتی چه از سوی بدنه سازمان چه از طرف پدر وجود داشت براش؟ ببینید خب کلا این چالش انتقال مدیریت چالش خیلی بزرگیه و حالا من چون بعد از این که فارغ التحصیل شدم سال 78 از در واقع مکانیک شریف یه 5 سالی کار کردم، بعد رفتم مدیریت اجرایی تکنولوژی خوندم در خود دوباره شریف. اونجا ما این مدیریت تغییر و تحول رو داشتیم، یعنی درسی داشتیم به نام اصلا رقص تغییر که ذات تغییرات و تحولات توش بود. بنابراین انتظار رو من داشتم، یعنی من میدونستم که حالا تحولات جدید صنعتی مثلا اینداستری 4 که توی حالا صنعت ما خیلی جدیه، یا حالا چند سالی از هوش مصنوعی اومده، یا استفاده از کانال‌های تبلیغات مجازی که خیلی برای نسل قبل از ما، اینا چالش‌هایی بود که خیلی جدی بود. یا حتی مثلا پرداختن به یه سری حوزه‌های فنی استانداردی که به طور غیر مستقیم ارزش افزوده ایجاد میکنه. شما خیلی جا به جای اینکه مستقیم بگیم این کالای من خوبه، میتونید از روش‌های دیگه این ارزش آفرینی رو نشون بدید. خب خیلی سخته واقعا. اون نسل قبلی ما یه نسل کارآفرین خود ساخته، همه چیز رو از صفر به وجود آوردن و خودشون رو در واقع مالک همه چیز این میدونن. شما بیاید به یه همچین شخصیت‌هایی در صنعت ما الحمدلله ان شاءالله سایه‌شون مستدام باشه، زیاد داریم و ان شاءالله پایدار باشن، بگی که فلان چیز درست نیست و تغییر بدین سخته. تغییرات و اکثر تغییرات خب ساختار میخواد دیگه، یعنی شما با یه فکر و تفکر که نمیتونید، باید ساختار ایجاد شه، اون ساختار هزینه میخواد، باید پاش وایسی مقاومت کنی. این ساختارها این به نظرم اتفاقات بود، ولی من هیچ وقت صدگری ندیدم. یعنی اینکه بگم مثلا من 2 تا خاطره انتخاب تکنولوژی دارم که رسیدیم به جایی که یعنی ما 4 تا خانواده است مثلا در شرکت گروه صنعتی وحید رسیدیم به انتخاب تکنولوژی. خب اون عضو جوان‌تر با من بود، پدر و یه عضو دیگه اونور بود، مثلا سر لوله‌های سایلنت فاضلابی سال 87 رفتیم نمایشگاه کا، می‌خواستیم دستگاه اکسترودر لوله‌های سایلنت بخریم. هنوز هیچ کم تو ایران لوله‌های سلایی سایلنت تو حوزه فاضلاب تولید نمی‌کرد. گفتیم چیکار کنیم؟ اینا گفتن نمیدونیم، بریم کی بپرسیم. گفتم آقا بیایم بریم از مدیر مثلا آرندی و تکنولوژی کراسمافای بپرسیم، چون ما دستگاه رو می‌خواستیم از کراسمافای بخریم. یادم آقای مارکوس گایزنوفر بود، نشستیم و گفت آقا ما موضوع اینه، یعنی این تو بورد ما، این مسئله تو بورد ما مسئله است، 2 به 2 هم برابریم، تو چی سلام میدونی؟ که ایشون اون موقع از ایده ما حمایت کرد و به حال باز شد این روند تکنولوژی اتفاق افتاد. به حال اینا به نظر من در تغییرات طبیعیه، مهمه که ما جلوشو نبندیم. حالا قطعا نسل بعدم بیاد، من فکر می‌کنم خیلی از کارهایی که ما داریم انجام میدیم اونا خیلی سخت‌تر با ابزار روز ممکنه با هوش مصنوعی با روش‌های دیگه بخوان انجام بدن، برای ما خنده‌دار باشه. من فکر می‌کنم اجازهشو باید داد که این اتفاقات بیفته، چون ذات تغییره و به نظرم طبیعی هم هست، یعنی چیز غیر طبیعی حتما همینطوره. ولی آیا موردی هم بود که تضاد نظر داشته باشین و کی نهایتاً برنده میشه؟
هنوز هم ممکنه اتفاق بیفته دیگه. خیلی زیاد موارد تضاد نظر که خیلی بود. خب طبیعتاً به احترام پدر، به احترام بزرگیشون معمولا من کنار میکشیدم، ولی در انتخاب‌های تکنولوژیک خب نگاه طبیعیه دیگه. شما وقتی یه آدمی میشه که سنت بالاتر، ریسک پذیریت میاد پایین. اونی که سنش جوان‌تر دنبال ریسکه. معمولا نگاه بلند مدتیه توی جوان‌ها. تو آدم‌های چیز خیلی ریسک پذیریشون کمتره. ما اغلب سر انتخاب، چون ما خیلی هم متنوع محصولاتمون، مثلا ما مثلا می‌خواستیم خط آبیاری قطره‌ای بخریم، مثلا این 15 برابر یه خط معمولی بود. خب خیلی ریسکه. در سال 90 مثلا 56 بود. شما بیای 15 برابر یه هزینه رو بکنی برای اینکه مثلا 10 سال بعدش مثلا به اوج برسی. خب اینجا میدونید خیلی اون نحوه پرزنتیشنش مهمه. یعنی شما از ابزارهایی که، چون بهتره خودت این کارو نکنی، چون خودت اگه این کارو بکنی که قطعاً بنبسته، ولی میتونید افراد متنوعی که در این اطلاعات دارن اونها اطلاعات رو ارائه بدن. من از این واقعا راهکار استفاده کردم و این اتفاق افتاد و الان خب نشون، البته میگم مخالفتی نبود، در ایده اولیه مخالفت بود، ولی اجازه این شور رو بدیم. یعنی ما به نسل خودمونی ها باید روششون اقناعی بوده به هر حال. روش اقناعی بوده، یعنی باید استفاده کنی از اون پروف هایی که، یعنی دیگه هوش پرزنتوره دیگه، بتونه با ابزار خودش اون جمع رو به این نظر برسونه. و یه ذره ما تو صنعتمون نیاز داریم واقعا یه ذره بلند مدت‌تر، یه ذره برای اینکه صنایع ما برسن به عمر 50 سال 100 سال، واقعا باید یه ذره تو تکنولوژی که انتخاب می‌کنیم، سرمایه‌گذاری که می‌کنیم، یه ذره نگاه بازارهای منطقه‌ای، روندهای جهانی رو هم نگاه کنیم. ما متأسفانه خیلی تو کشور سرمایه‌گذاری که توسعه سپاسی کردیم نوک دماغی بوده، یعنی برای 3 تا 5 سال. ولی شما میگن خب آقا این روند تکنولوژی چه جوریه که مثلا تو بتونی تو اوراسیا، تو منطقه کشورهای حاشیه خلیج فارس بتونی سهم بگیری، اون وقت باید مثلا 15 سال 20 سال فکر کنی. من فکر کنم اینا واقعا تو صنایع کمه و واقعا هم نیاز داریم با توجه به این وسعتی که تو صنعتمون هست یه خود نگاهمون رو بلند مدت‌تر کنیم. به هر حال از دید عمومی اینطور هست که یک نسل دومی در کسب و کار پلیمری هیچ وقت نقطه شروعش صفر نبوده. ولی آیا فشارهایی به عنوان یک نسل دومی در مسیر حرفه‌ای وجود داره برای اینکه این کار رو ادامه بده؟ از چه جنسیه مسائل؟ اینو من خیلی میشنوم از دوستای دانشگاهی. ما میشینیم با این بچهای شریفی خیلی با ما تیک‌ها اینجوری میندازن، برام آشناه. ولی من بهشون همیشه میگم که بچه‌ها شما تجربه این که نتونی، خب ببینید شما وقتی نسل دومی سازمانی هستی وارد میشی اصلا محدودیت داری از لحاظ رفتار. هر کاری نمیتونی تو سازمان بکنی، هر ریسکی رو هم نمیتونی بکنی، هر پیشنهادی هم نمیتونی بدی و اصولا رفتار توی رفتار کانالیزه میشه و متاسفانه خیلی سخت. حالا تو احتمالاً معمولاً اینجوریه دیگه، بزرگان ما بچه‌ها رو از قسمت‌های مختلف سازمان شروع میکنن چرخوندن، مثلا میذارن اول تو تولید، انبار رو نشون میدن تا میرسه مثلا به مثلا لول‌های بالا، مثلا ممکنه 5 تا 6 7 سال طول بکشه. اون تحمل اون اوقات خیلی سخته. یعنی شما اون موقع نمیفهمی، برای اینکه اون موقع شما یه آدم جاه طلب دوست داریم، از آدم خیلی آزاد فکر کنی، کار کنی، ولی یک و تصمیم بگیری ولی به شما یک جبری میگه تو اجازه این کارو نداری. تو فقط الان اینجا نشستی که مشاهده کنی. تو الان نمیتونی تو تصمیم گیری یا دخالت کنی. برای من یک انگار یه چتر جبرگونه بر شما حاکمه که شما درجه آزادیت خیلی کمه و این خیلی تحمل بالایی میخواد. من خیلی از رفیقای خودم که مثل خودم بودم وسط کار بریدن، یعنی گفتن ما را بس رفت تو کار مثلا کار خیلی سبک‌تر و راحت‌تر. برای من از یه صبر به قول حالا دوستان سیاسون استراتژیک میخواد که این مرحله رو رد کنی و تحمل کنی. به حال به نظرم یه دوگانه سختیه، خیلی چیز ساده‌ای نیست. با توجه به شرایط اقتصادی که در حال حاضر درش هستیم،
و هممون میدونیم به هر حال این چیز جدیدی هم نیست، در طول سالهای اخیر مرتب وجود داشته. ولی شما به هر حال چراغ یک واحد صنعتی رو و تولیدی رو روشن نگه داشتین. برنامه خود شما برای اینکه این رو به نسل بعدی منتقل بکنین چی هست؟ بسیار ممنون، خیلی سوال خوبیه. اون چیزی که حالا من در سازمان خودمون به طور تجربی می‌دیدم اینه که خیلی ما تصمیم‌ها و فرآیندهامون متکی به اشخاص بود. یعنی اشخاص خیلی مهم با تجربه زیاد در سازمان بودن که اینا یه روزی نبودن سازمان کارش میخوابید. من از موقعی که وارد در واقع فرآیند مدیریتی شدم کارم فقط ساختارسازیه. یعنی خیلی هم سخته شما در سازمانی که متکی به یک فرده و کاملا سیستم چی میگن بالا به پایینیه، شما بیای به اشخاص بخوای خواهش کنی که فکر کنید، خواهش کنی که تصمیم بگیرید و این قدرت رو بهشون بدید. ولی من کاری که دارم تلاش میکنم اینه که بتونم این قدرت رو و این ساختار رو بذارم که ما در انشالله بعد از خودم مواجه با متکی بودن به شخص نباشیم، ساختارها بتونم با هم دیگه کار کنن به تصمیم بهینه و معقول برسن. اینه که من مأموریتی که برای خودم در واقع بر عهده گرفتم اینه که ساختارسازی کنم و به عنوان مدیر عالی هم همیشه اشتیاق و شوق و اون ذوقی که باید مدیران داشته باشن برای اینکه حرکت کنن رو بهشون بدم، جرأت بدم، بگم باید ریسک کنید، بالاخره یه دفعه اشتباه میشه، یه دفعه فیل میشه، ولی این جسارت رو بدم که بچه‌ها این کارو بکنن. خودتون برای فرزند خودتون این راه رو پیشنهاد میکنین؟ والا من هم چون این جب به من نبوده، من پسرم مکانیک میخونه در امیرکبیر، سال آخرش هم هست، خیلی پراکنده میاد در حوزه‌های فروش و دوری میزنه، دیتا رو من میگم مثلا شروع کن، بالاخره با الان دیگه مد دیگه دیتا آنالیز و ترندها رو در بیار و اینها، ولی بهش جب نمیکنم چون خودش باید بیاد این سختی رو بخواد، چون من فکر می‌کنم اگر به اون درجه برسه از پختگی که لازمه که وارد این حوزه بشه خودش میاد. خیلی به نظرم پدر مادرها نمیتونیم تو این زمینه بچه‌ها رو تو این دوره زمانه که نسل بعدی که اصلا غیر ممکنه تقریبا. حالا همین رو ازتون میخواستم بپرسم که شما بیشتر کار میکنین یا پدرتون بیشتر کار میکردن؟ حالا خیلی سوال سختیه. پدر اگه با توجه به اون مسئولیت‌های متنوعی که داشتن، چون ایشون خب سیستم قائم به فرد رو اداره میکنن، خب خیلی فشار بیشتری رو تحمل میکردن، ولی از اون ور میشه گفت که شرایط حداقل این 4-5 سال اخیر هم شرایط خیلی پیچیده تری، یعنی شما شرایط خیلی غیر قابل پیش بینی و تصمیم‌های آنی و استراتژیک باید دست و پنجه رحم کنی که شاید اگر در شرایط الان می‌خواستی با اون روش تصمیم گیری بکنی خیلی سخت و پر ریسک بود. بنابراین لحاظ من فکر می‌کنم خیلی فرقی نمی‌کنه، یعنی نوع فشار، شاید ساعت کاری پدر بیشتر بود، من فکر می‌کنم که چون ایشون هم کار تشکلی کردن، هم کار مجموعه‌ای کردن، هم در چند تا مجموعه متنوع کار می‌کردن، شاید واقعا بیشتر بود. ولی الان شرایط شما و چیزی که از آینده میدونید و میبینید و میتونید واکنششون بدید خیلی محدودتره. یعنی یه خودی به نظر من شرایط کار شرایط پیچیده تریه و پر ریسک تر. هرچند که شما هم البته فرد تشکلی هستین و در خیلی از استانداردها، تدوین استانداردها حضور داشتین، علاوه بر کاری که در مجموعه انجام میدین و اثرگذار بودین. حالا اخیراً هم که این داستانای اگه بله محیط زیستی خیلی فعال هستین، بنابراین شما هم فکر کنم من سعی کردم اون رو به عنوان یک علاقه شخصی دنبال کنم، چون اون دیگه علاقه شخصی شماست که به حال به عنوان این مسئله اجتماعی بری دنبالش انجام بدی. ولی خب واقعا ذات الان کار تشکلی هم با قدیم فرق کرد. قدیم شاید موضوع این بوده که این افراد رو دور هم جمع کنیم، منافع مشترک براشون ایجاد کنیم، دنبال منافع باشیم، ولی الان انقدر عوامل تاثیرگذار به شما یک دفعه در تغییر زیاد، مثلا همین مسئله محیط زیست ظرف 5 سال آینده قطعاً دنیای پلاستیک دنیا ولی جهان و ایران رو تحت تاثیر قرار میده
و خب خیلی خوبه که حداقل صنعت پلاستیک نماینده‌ای تو اون تغییرات داشته باشه که بتونه از حقوقش دفاع کنه. اینه که من اینا رو به عنوان علاقه شخصی دنبال میکنم. کلا فکر میکنیم که تعادل بین کار و زندگی شخصی در موردتون وجود داره؟ اصلا من فکر میکنم نمیتونه وجود، اصلا کسی که میگه همچین تعادلی رو، چون طرف 100% دنبال اون چیزی میره که بالاخره اون عشق و علاقه اولیه‌شه. این ایراد وارده، من این ایراد رو ناوارد نمیدونم، ولی قطعاً عدم تعادل هست. قطعاً شما شبای خیلی زیادی بیدار میمونی که خانواده به اون وقتی که مشترکی باید با هم داشته باشی نیست، یا اصلا شما در اون فضا وجود نداری، مثلا سفری باید بری. من به نظرم امکان نداره یه شخص صنعتی موفق، من تا حالا ندیدم، نه در ایران نه در جهان، این رو از بزرگان صنعتی دنیا هم شنیدم، به نظرم این حرف درستی نیست. یعنی امکان نداره یه شخص صنعتی موفق که بخواد کار تشکلی و مسائل اجتماعی رو انجام بده، از لحاظ خانوادگی هم مثل آدم معمولی بتونه تعادل برقرار کنه. به نظرم غیر ممکنه و متاسفانه من این تعادل برام حاکم نیست. دوست دارین همین الان در سازمانتون ایجاد بکنین که تا امروز انجام نشده و مایل هستین که اتفاق بیفته؟ والا علایق شخصی من اینه که خیلی ما تو سازمانمون بتونیم روی سیستم‌های تحلیل دیتا و بی آی و اینا در واقع تحلیل کنیم، انقدر ماها تو تصمیم گیریامون بر مبنای شهود و توانایی ذهنیمون عمل نکنیم. خیلی داریم تلاش میکنیم که این کار رو بکنیم، کار بسیار سختیه، چون هم پایه‌های اطلاعاتیش در کشور، هم به حال نوع تحلیلاش با توجه به شرایط نامساعد و ناپایدار خیلی کار مشکلیه. ولی شخصا دوست دارم که معیارهای تصمیمی تو سازمان بر مبنای یک رودمپ دیتا و آنالیز باشه و خیلی هم تلاش میکنم که اینا بچهای نسل زدی هستن دیگه، این دوستان بیان و بتونیم اشاره در نسل بعدی دیگه بدون ریسک یعنی بدون حداقل با ریسک پایین خیلی کم بشه این تصمیم گیری ها رو کرد. من فکر کنم این الان علاقه اصلی رو برای سازمان. و علاقه خارج از سازمانتون؟ ورزش، من کوهنوردی و تنیس جزء علایقام هستش که در روزهای تعطیل یا معمولا 6 تا 8 صبح یه زمانی که بتونم خارج از دیگه تمام فراغ داستان برم، معمولا 2 روز در هفته حتما تنیس بازی میکنم، آخر هفته هم اگر بشه با خانواده کوهنوردی. بسیار عالی. و خط قرمزتون در کار چیه؟ خط قرمزی که من دارم اون رو راست نبودن و دروغ گفتن و اینجور کاراست در کار. اگه منظورتونه خیلی ناراحت میشم، سعی میکنم خودم با همکارا بچه‌ها تیم خیلی رو راست باشم و اگه تو رو راستی ببینم که یه ناصافی و نادرستی هست خیلی ناراحت میشم از این، برای اینکه مبنای یه کار تیمی و یه جمع دوستانه اینه که راستی و درستی باشه. این برام خیلی در واقع خط قرمزه و تو سازمانم همه بچه‌ها اینو میدونن. و یک نکته تقریبا آخر این که خودتون به عنوان یه نسل دومی برای نسل بعدی در صنعت پلیمر پیشنهادتون چیه؟ توصیه‌تون چیه؟ چه اونهایی که به لحاظ تحصیلی دارن این حوزه رو دنبال میکنن و چه کسانی که در صنعت کار رو دنبال میکنن؟ ببینید نسل بعدی ما با توجه به تعریفی که حالا من تو این کنفرانس اخیر لوله‌های پلیمری دنیا که تو لهستان بود یه ارائه دیدم که خصوصیات نقل ضد رو و اینکه چجوری مثلا باشون باید کار کرد رو به استادی از دانشگاه مینیسوتا ارائه کرد. خیلی جالب بود. حالا از صحبت‌های ایشون برمیگیرم، من فکر می‌کنم خب این نسل سری قابلیت‌های استثنایی داره. مثلا تو این تحقیق هم بود که خیلی به محیط زیست مسائل مربوط بهش خیلی توجه بیش از اندازه دارن، حاضرن برای این نوع محصولات یه بهای بالاتری پرداخت کنن و محیط‌های کاریشون هم خب محیط‌های خیلی لذت بخش تریه. اینا همه فاکتورهای مثبت. قطعا من فکر می‌کنم صنعت پلاستیک ما هم شاید خیلی تا الان علاوه که کارهای خوبی هم انجام دادیم ولی خیلی شاید تو این زمینه فرهنگ سازی نکردیم. خدمتی که پلاستیک واقعا توی مثلا امنیت غذایی ما، تو حفظ
همین شیر و پنیر رو کرویی که میخوریم شاید ذکر نکردیم. من فکر می‌کنم ترندهای جدید تو صنعت وجود داره. حالا یکیش هوش مصنوعی، یکیش محیط زیسته. من فکر کنم بچه‌های نسل بعدی اگه بتونن یه مقدار عمیق روی اینها فکر کنن، ترندهایی رو در صنعت به وجود بیارن که مبناش همین‌ها باشه، اگر هم حتی نخوان مثل ماها خیلی خودشون همه چیز رو عمیق بررسی کنن، خیلی میتونن درست انتخاب کنن. و توصیه‌ام اینه که واقعا عمیق شن. یعنی واقعا تو وقتی میخوان یه تکنولوژی رو بخرن وقت بذارن. الان واقعا با دیتا و هوش مصنوعی میشه روندها رو پیدا کرد. اینجوری نباشیم که الان این چیزی که تو چین هست مثلا 1/7 1/10 قیمت مثلا ایتالیایی است بریم حتما از چینی بخریم. ما باید ببینیم الان چون صنعت ما یه بالادست قوی داره، مواد اولیه در دسترسشه، باید چه ارزش افزودی میتونیم به وجود بیاریم. شما یه موقع با یه تکنولوژی میتونی 20 برابر یه تکنولوژی خیلی ساده‌تر از ارزش افزوده درست کنید تو اقتصاد. و اینا میطلبه که بچه‌های ما یه ذره روی این ترندهای دیتایی توی تکنولوژی، توی محیط زیست کار کنن و این دو محوریه که من فکر می‌کنم بچه‌ها هم باهاش آشنان، هم میتونن چون بالاخره جزء عشقای نسلیشون هست بتونن ازش استفاده کنن. صنعت پلاستیک رو ما یه ذره گره بزنیم به واقعا سلامت انسان، به حفظ محیط زیست. ما الان خیلی جاها حالا تو جلساتی که بررسم ما رو بر علیه این میگیرن، در صورتی که واقعیت صنعت پلاستیک اینه که تو این حوزه خدمت کرده ولی هیچ وقت اینها گزارش داده نشده، هیچ وقت نمایش داده نشده. من فکر کنم نسل بعدی ما توجه به تحولاتی که داره میفته باید از این ابزار استفاده کنن، ولی عمیق انتخاب تکنولوژی کنن و انشالله بتونیم که ایران آباد در آینده داشته باشیم که ایران صادرات محور، ایرانی که بتونه محصولاتشو صادر کنه و واقعا با تکنولوژی‌های روزمواد خوب بتونه انشالله این صنعت رو بگرده. خیلی ممنونم از شما. من فکر میکنم که اون موضوعاتی که توی ذهنم بود برای این مصاحبه انجام شد. اگر نکته شما به ذهنتون میرسه که کمک کنه به این مصاحبه بفرمایید. خواهش میکنم. من این کار شما رو که به نظرم خیلی کار ارزشمندیه و خواهشم اینه، من خودم به پسرم میگم که چون 2 پدر بزرگش زندن و هر دو هم صنعتی ان، میگم ببینید این وقتا طلاه، برای اینکه شما سینه به سینه میتونی از نسل اولت یه چیزا یاد بگیری. چون واقعا نسل اول ما خیلی آدمایی بودن که آدم شناس بودن، شاید خیلی آدمای پیچیده‌ای نبودن، ولی یه سری شهودهایی دارن که خیلی به درد میکنه. اون الفبای بیزینس، اون درسای به سینه رو واقعا من خیلی دوست دارم نسل بعد ما، حالا ما که تلاش خودمون کردیم، نسل سوم ما از نسل اول یاد بگیره تا زندن و انشالله که سلامت باشن بتونن این درس‌ها رو منتقل کنن. چون بالاخره این اصول، اتیکت و پرستیژی که وجود داره باید به نسل بعد منتقل بشه. خیلی ممنونم از شما. متشکرم. خواهش می‌کنم.